سلام رفیق، میخوام چند جمله بهت بگم که واقعاً میتونه مسیر زندگیتو عوض کنه. پس تا آخر با من باش. هیچ وقت دیر نیست برای شروع دوباره. میدونم گاهی فکر میکنی دیگه خیلی دیر شده. اما باور کن هیچ وقت برای شروع چیزی که دوست داری دیر نیست. حتی یه قدم کوچیک امروز بهتر از هیچ قدم فرداست. اما بیاین یه داستان کوتاه براتون تعریف کنم. داستان جی.کی رولینگ، نویسنده هری پاتر، که وقتی زندگی سخت شد و همه چیز خراب بود، تصمیم گرفت دوباره شروع کنه و امروز با هری پاتر همه رو شگفت زده کرده. تمرکزت رو روی پیشرفت بذار، نه روی کمال. میدونی مشکل خیلیامون چیه؟ دنبال کامل بودنیم و همین باعث میشه هیچ وقت کاری رو شروع نکنیم. اما هر قدم کوچیک یعنی حرکت به جلو. مثل توماس ادیسون که 1000 بار تلاش کرد لامپ بسازه. اگه منتظر بود همه چیز عالی باشه، هیچ وقت موفق نمیشد. هر روز یک قدم کوچیک یعنی نزدیکتر شدن به رویاها. فرقی نمیکنه هدف چیه، هر روز یک قدم بردار. حتی از 10 تا 15 دقیقه تمرین یا مطالعه، بعد از چند هفته میبینی تغییرات بزرگی اتفاق افتاده. مثل کریستیانو رونالدو که هر روز تمرین میکرد و کم کم تبدیل شد به بهترین فوتبالیست جهان. شکست فقط یک درس جدیده، نه پایان راه. هر وقت زمین خوردی، ناراحت نشو. شکست یعنی یه درس تازه، داری یاد میگیری که دفعه بعد بهتر باشی. مثل مایکل جوردن که از تیم مدرسه اخراج شد، اما هیچ وقت تسلیم نشد و بعدش همه دیدن چقدر قوی شد. تو بیشتر از چیزی که فکر میکنی قوی هستی. گاهی خودمون رو دست کم میگیریم و فکر میکنیم نمیتونیم از پس سختی ها بر بیایم. اما حقیقت اینه که قدرت تو خیلی بیشتر از تصورت هست. مثل هلن کولر که با نابینایی و ناشنوایی زندگی میکرد، اما با تلاش و اراده خودش نویسنده و فعال شد. هر وقت حس کردی توانایی نداری، یک کار کوچیک انجام بده و ببین که حتی همون کار کوچیک قدرتت رو نشون میده. امروزت میتونه بهتر از دیروز باشه. هر روز یه فرصت جدیده. لازم نیست دیروز رو مرور کنی یا حسرت بخوری. فقط تمرکز کن امروز چی میخوای انجام بدی. مثل اون کسی که دیروز ورزش نکرده ولی امروز 10 دقیقه تمرین کرد. همین قدم کوچیک باعث میشه هفته بعد بهتر باشه. هر روز یه عادت کوچیک مثبت اضافه کن، حتی فقط 5 دقیقه مطالعه یا ورزش. خب رفیق، این بود چند جمله انگیزشی امروز. کدوم جمله بیشتر به دلت نشست؟ تو کامنت برام بنویس. یادت نره کانال رو سابسکرایب کنی تا همیشه انرژی مثبت بگیری. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.